خب بریم ادامه فرندز از اونجایی که بودیم کمی نمیدیم بالاتر. آها خب قبل از اینکه بریم ادامهش فقط من یه نکته رو بگم، اونم این که یه نفر تو کامنت ها پرسیده بود که چرا از فصل 6 شروع کردی کلا این داستان فرندزو. واقعیتش رو بخوای دلیل خاصی نداره و دلیل این که از فصل 6 شروع کردم نمیخواستم از فصلهای اولیه شروع بکنم، چون یکم فصلهای اولیه فرندز به نظرم بی‌مزه تره و از طرف دیگه خیلی قدیمی میشد و نمیخواستم از صفر صفرم شروع بکنم و از طرف دیگه اگه از فصل 7 و 8 و 9 شروع میکردم دیگه آخراش میشد برای خیلی ممکن بود اصلا اسپویل داشته باشه یا دیگه زود تموم میشد، انگار آخرای داستان بود. ولی حس کردم اگه از وسط شروع بکنم، یعنی مثلا از فصل 6 بهتر میتونه باشه و ضمن این فصل 6 هم فصل جذابی از فرندزه به نظر من، چون این داستان راس و ریچل دوباره شروع میشه، داستان ازدواج مانیکا و چندر هم هستش، این داستان اسباب کشی‌هاشون خونه‌شون رو عوض میکنن، جزو فصل‌های تاثیرگذار فرندزه به نظرم. به همین خاطر از فصل 6 تصمیم گرفتم که کلا محتوای این کانال رو شروع کنم باهاش و بریم سراغ ادامهش. بکنم یه نکته دیگه هم میخواستم بگم یادم رفت، نه فکر کنم همینا بود. آها این شورت ویدیو ها من خواستم بگم که اگه داری این ویدیوهای بلند کانال من رو میبینی توی یوتیوب، اون بخش شورت ویدیوها رو هم ببین، یه سری نکات مهمی رو در رابطه با یادگیری زبان، آزمون‌های بین‌المللی زبان، ترفندهای یادگیری لیسنینگ و اسپیکینگ و یه سری عبارت‌ها و اکسپرشن‌های مهم انگلیسی رو اونجا توضیح میدم که به نظرم میتونه مفید باشه، چون شورت ویدیو هم هستش، زمان زیادی رو هم نمیگیره ازت طبیعتا. بریم ادامه. خب و باز هم من میگم اگه هر موقع دیدی که یه چند ثانیه‌اش رو دارم استاپ میکنم به خاطر کپی رایت، به عنوان مثال همین ویدیوی قبلی کانال من به خاطر همین داستانا کپی رایت خورد و مجبور شدم یه 10-20 ثانیه‌اش رو ببرم. خب What's matter یعنی موضوع چیه، داستان چیه، چی شده، چه اتفاقی افتاده، همچین چیزی. میگه you know that psychic I see. psychic یه جورایی روانکاو معنی میده، ولی اینجا منظورش بیشتر چی میگیم ما به اون جادوگر و فالگیر، اون کسی که ما میریم پیشش جادو جنبل میکنه. و این داستان هم منظور فیبیه، چون فیبی هم میدونیم که خودمون میدونیم آدم خیلی خرافاتی هم هست. Well, she told me that I'm going to die this week. بهش گفته که این هفته قرار بمیره. So I'm kind of bummed about that. میگه so I'm kind of bummed about that. منظورش اینجا از bummed اینه که من خیلی از این قضیه تحت تاثیر قرار گرفتم، خیلی دپرس شدم، منو خیلی مثلا داغونم کرده این قضیه، همچین چیزی معنی میده. Yeah, and I know you guys don't know. I know you don't know about readings. اینجا منظورش از ریدینگ نوشته نیستش، منظور پیشگویی هایی که اون فرد حالا فالگیره، جادوگر، اسمش هر چی می‌خوایم بذاریم، اون بهش گفته. منظور ریدینگ اینجا پیشگویی هست. میگه که میدونم که شما هیچ کدوم راجع به این پیشگویی چیزی نمیدونین. میگه اما این میتونم بگم که تقریبا pretty much یعنی تقریبا pretty much the worst یعنی بدترین. دقت بکن که ما وقتی میگیم بد همون بد میشه دیگه، ما بدر نداریم، بدست نداریم. خب bad worst میشه. worst یعنی بدترین، worse یعنی بدتر. میگه این تقریبا بدترین چیزیه که میتونی از یه فالگیر بشنوی. میگه I can't believe she'd say that to you. میگه باورم نمیشه که اون همچین چیزی رو چطوری میتونه بهت بگه. She would say that to you. چطوری میتونه همچین چیزی رو بهت بگه. Yeah, you don't believe her, do you? I don't know if she, said that I'd have triplets. خب triplet Yeah, you don't believe her, do you? I don't. میگه اینجا قبل said یه she هم گفت. She, said that. میگه she said that I'd have triplets. triplet یعنی سه گلو. اگه داستان اینو نمیدونی، توی فصل قبلی فیبی نمیدونم خواهرش داداشش بود کی بود با اون پیرزن ازدواج کرده بود و سه گلو به دنیا آورده بودن، گفته بود که فیبی از اونها نگهداری بکنه. داستان اونو داره میگه اون قبلا پیشگویی کرده بود که من قرار سه گلو داشته باشم و درست از در اومد. But she also said one of them would be black. One of them would be black. Black اینجا منظور سیاه پوسته دیگه. Just out of curiosity.
خب این اصطلاح خیلی باحالیه، میگه just out of curiosity. فکر کنم نمیدونم قبلا هم گفتم یا نه. curiosity که یعنی کنجکاوی. خب مثلا میگیم که I'm curious یعنی من کنجکاوم. مثلا میگه که I'm curious to know so many things about مثلا astronauts. میگه که من خیلی کنجکاوم چیزای زیادی رو در مورد فضانوردها بدونم. curious یعنی کنجکاو. curiosity هم اسممونه، کنجکاو یک صفت دیگه، درسته. curiosity هم اسممونه، ناممونه، به معنی کنجکاوی. میگه just out of curiosity. ببین اینجا out of curiosity معنیش بیرون از کنجکاوی نیست، از روی معنی میده. قبلا هم گفتم out of گاهن به معنی از روی هستش. مثلا میگیم که out of anger یعنی از روی عصبانیت. اینجا میگه out of curiosity یعنی صرفا از روی کنجکاوی دارم میپرسم که Did she tell you how you're gonna go? how you gonna go منظورش اینجا از go رفتن نیستش، منظورش مردنه. No, because she didn't tell me I was gonna die till the very. خب میگه because she didn't tell me I was gonna die till the end of the session. خب till همون still یعنی تا. خب من وقتی میگیم که till the end of the session یعنی تا آخر سشن. حالا سشن چیه؟ سشن یعنی جلسه، اون تایم ملاقات، اون تایمی که مثلا تو میری پیش تراپیست، میری مطب یا کلاس داری، به اون جلسه میگن سشن. میگه به هم تا انتهای جلسه نگفته بود اینو که قراره بمیرم. End of the session, and I was not going to waste a whole other اینم جمله باحالی. میگه and I was کامل گوش hour کن. there. I mean, I've only got a week left, you know. No, because she didn't tell me I was going to die till the very end of the session, and I was not going to waste a whole other. میگه and I was not gonna waste a whole other hour there. whole یعنی تمام، سر تا سر، همچین چیزی معنی میده. waste هم که یعنی تلف کردن. میگه I was not gonna قرار نبود که یه ساعت کامل دیگر رو اونجا تلف بکنم. whole other hour there. اینجا میتونست بگی whole another hour there. حتی another میگفت درست‌تر هم میشه. یک حالا غلط رایجی دیگه بین خودشون. میگه قرار نبود که یک ساعت تمام دیگر رو اونجا تلف بکنم. Hour there. I mean, I've only got a week left. میگه I mean منظورم اینه که I've only got a week left. منظورم اینه که من فقط یه هفته از عمرم باقی مونده. وقتی میگیم one week left یعنی یک هفته باقی مونده. مثلا میتونیم بگیم 10 minutes left. اینجا left به معنی ترک کردن نیست، به معنی چپ هم نیست. اینجا به معنی باقی موندنه. یه جوری مترادف remain میشه. وقتی میگیم 10 minutes left یعنی 10 دقیقه‌اش مونده. You know, I've really got to start living now. gotta یعنی باید معنی میده. وقتی میگیم I've really gotta یعنی من باید شروع کنم یکم زندگی کنم. خب اینجا من دوباره باید استاپ کنم که Hey everyone. Hey everyone یعنی سلام Hi. علیکم. Hey, well, today's my first lecture. lecture یعنی سخنرانی. توی ویدیو قبلی هم گفتم میگه today's my first lecture. اینجا اس چیه؟ اس اینجا اس مالکیت و اینها نیست، اشتباه نکنید. اینجا اس همون ایزه. وقتی میگه today's my first lecture یعنی today is my first lecture. امروز اولین روز سخنرانی منه. اگه ویدیو قبل رو دیده باشید داستان اینه که به عنوان استاد دانشگاه دعوتش کردن تو دانشگاه نیویورک تدریس کنه. And I kind of wanted to try it out on you guys. میگه and I kind of wanted to try it out. try it out یعنی رو شما تستش کنم، با شما آزمایشش کنم. kind of یعنی یه جورایی. میگه یه جورایی میخواستم که روی شما بچه ها تستش بکنم. do you mind خیلی اصطلاح باحالیه. یک اصطلاح خیلی پرکاربرده که معمولا توی موقعیتایی که میخوای از روی ادب و احترام صحبت کنی میگن. do you mind یعنی مشکلی که نیست، ممکنه. مثلا میگه که ممکنه پنجره رو باز کنی، میتونی بگی do you mind open the window. حالت احترام داره. تو وقتی میگی do you mind یعنی ممکن هستش، براتون مقدور هست یا همچین چیز. Do you mind? Yeah, that'd be great. That'd be great. این عالی میتونه باشه. Sure. Okay. دوباره یک دو ثانیه پازش کنیم. خب There are three primary theories concerning sediment flow.
میگه there are three primary theories concerning sediment flow rate. اینجاش حالا یه خورده اگه این تیکش رو متوجه نشدی هم کاملا اوکی، چون داره به شکل علمی مثلا یه مقاله علمی رو داره تشریح میکنه، اصطلاحات تخصصی زیادی داره. میگه there are three primary یعنی اولیه، هم اولیه معنی میده هم حالت با اولویت بالا معنی میده. مثلا میگیم که we have 3 primary meals per day. ما 3 تا وعده غذایی اصلی داریم. ببین اینجا پرایمری یه جوری اصلی معنی میده، اولیه هم گاهن معنی میده. یعنی اون چیزایی که تو اولویت اوله به اونا میگن پرایمری، بعد از اون هر چیزی که پشت بندش میاد چیزای فرعی تر میشه، تو اولویت های ثانویه قرار میگیره. اولیه، ثانویه. پرایمری یعنی اولیه، سکندری هم یعنی ثانویه. There are 3 primary theories. theory هم که یعنی نظریه. دقت کنید که به این نگو تئوری، theory تلفظ درستشه. میگه 3 تا نظریه اصلی وجود داره. اینجا concern به معنی نگران بودن نیست، به معنی در زمینه یا مرتبط با. این که 3 تا نظریه مرتبط با این وجود داره. sediment یعنی رسوب، sediment flow rate یعنی نرخ رسوب گذاری یا همچین چیزی معنی میده. Each of these theories can be further subcategorized into two distinct This is what's going to kill concerning sediment flow rate. Each of these theories can be میگه each of these theories can be further یعنی چی؟ یعنی متعاقباً. further اینجا متعاقباً معنی میده. میگه هر کدوم از این 3 تا نظریه متعاقباً میتونن چی بشن؟ subcategorized یعنی زیر دسته ایجاد کنن، به 3 تا زیر مجموعه دیگه تقسیم بشن. 3 تا که نه، 2 تا، به 2 تا زیر مجموعه دیگه تقسیم بشن. categorized into two This is it. This is what's going to kill me. subcategories یعنی زیر دسته بندی ها، زیر کتگوری ها. The first of these subcategories is Ross. Are there naked chicks on that piece of paper? میگه there are there naked chicks on the piece of paper. piece of paper اون تیکه کاغذ منظورشه دیگه. naked هم یعنی لخت. chick اینجا به معنی چیکن و نمیدونم مرغ و این داستانا نیست. منظورش ما چی میگیم تو فارسی؟ میگیم تیکه. آره میگیم مثلا تیکه های مثلا فلان دختر عجب تیکه ایه، ما همچین چیزی میگیم. اینجا وقتی میگه نیکد چیکس یعنی میگه مثلا عکسای دخترای لخت اونجا هست، عکس تیکه های لختی اونجا هست یا نه؟ No, why? Well, I just never seen a guy stare so hard at a piece of paper that didn't have naked chicks on it. یه معنیش مشخص دیگه. Oh, okay. Okay. There are 3 primary theories concerning sediment flow rate. Each of these theories can be further subcategorized into these. Why don't you open with میگه why don't you open with the joke. میگه چرا این صحبتت رو با یه جوک شروع نمی‌کنی؟ the joke? Open with a joke? It's a university, not a comedy club. میگه یه دانشگاه، کامیدی کلاب که کلوب هنز که نیست. Wait a minute, hold the phone. خب اینجا میگه hold the phone. اینجا خب شما بگید که اینجا که اصلا طرف با تلفن صحبت نمی‌کنه که اونو نگه داره. منظورش اینجا داره اصطلاحاً اینو میگه دیگه. وقتی میگه hold the phone یعنی یه دقیقه گوشی رو نگه دار، یعنی یه دقیقه همینجا استاپ کن. You're not talking about Chuckles University? میگه you're not talking about Chuck. ببین اینجا سوالیه دیگه جمله. میبینی خب پس چرا aren't you نیاورده you are not. خب این گفتم یه اصطلاح، این یک اشتباه رایج عامیانه است که تو زبان محاوره‌شین اینو به کار میبرن و ساختار خبری رو میگن ولی به شکل سوالی. چاکل یعنی قهقه زدن. به این کار میگن چاکل. خب میگه مگه دانشگاه قهقه نبود اونجا؟ قهقه بیمزه. We're kidding. یعنی ما داشتیم شوخی میکردیم. Kidding یعنی شوخی کردن. Ross, hey, you know what might make it less boring? میگه میدونی چی میتونه کمتر خسته کنندش بکنه؟ Thank you. Some visual aids. Visual aids. aid
یعنی کمک. اگه مثلا سایت های مثل چی بود یودمی و کورسرا و اینا یه دوره رو بخوای بخری، اونجا یه گزینه فاینانشال اید داره، یعنی کمک مالی. اینجا میگه ویژوال هم یعنی بصری. ویژوال اید یعنی کمک بصری. Oh. You know what's a good visual aid? Please don't say naked chicks. Why not? چرا که نه؟ I don't even know why I bothered to even talk to you guys about زود میره بنویسه این I don't even داستان. know why میگه I don't even know why I bothered to even talk to you guys about it. میگه حتی نمیدونم که چرا به خودم زحمت دادم که با شما بچه‌ها در موردش صحبت کنم. bother یعنی اذیت کردن. bothered to even talk to you guys about it. You know, I'm just going to do it on my own. خب اینجاش باحاله. میگه I'm just gonna do it on my own. من قراره اینو خودم به تنهایی انجام بدم. On my own یعنی خودم به تنهایی. یه سلام دارم میگن you're on your own. تو این فیلم‌های جنایی اینا زیاد میشنویم. میگه you're on your own یعنی تویی و خودتی و خودت. دیگه کسی نیستش که کمکت کنه. you're on your own همون you are on your own معنی میده. With no naked chicks. That's the way I did it till I was 19. That's the way I did it till I was 19. میگه آره من هم همین کاری که تو میگی رو انجام میدادم ولی تا 19 سالگیم فقط. فکر کنم دیگه تموم شد دیگه. آره ویدیو تا اینجا کافیه فکر کنم. آره فقط یه نکته رو انتهای ویدیو بگم که من حالا معمولا خوشم نمیاد اینطوری تبلیغاتی باشه ها، ولی من خدمات تدریس زبان هم ارائه میدم. 3 تا بخش داره. یکیش تدریس خصوصی زبانه که به شکل آنلاین برای سرتاسر ایران و همچنین به شکل حضوری فقط تو تبریز ارائه میدم. حالا اگر خواستید میتونید تو تلگرام که آیدیش eliar_mn ELYAR_mn میتونید پیام بدین، اونجا بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم، شرایط و هزینه ها رو بگم بهتون. مدل دومیش اینه که با هم دیگه میتونیم به مدت 1 ساعت مکالمه انگلیسی داشته باشیم و من ایرادات مکالمه ایتون رو بگم، ولی دیگه تدریس نیست، یه فقط مکالمه و گفتن ایرادات مکالمه است. و سومی هم مشاوره تخصصی زبان انگلیسی که به مدت نیم ساعت هستش، 30 دقیقه. هر کدوم از این هزینه‌های متفاوتی داره. اگر خواستین از این خدمات زبان من استفاده کنین میتونید تو تلگرام بهم پیام بدید. آیدی تلگرام رو تو کپشن یوتیوب هم گذاشتم.